خیلیامون همیشه میپرسیم که داستان این جهان چیه؟ اصلا جنس این جهان از چیه؟ و خدا کیه؟ اینکه این همه میگیم خدا خدا، اون خدا کیه که نه دیده میشه، نه صدایی داره و نه حتی تصویری داره و صرفا نشسته و در حال امر و نهیه. و یا حتی من کی هستم؟ چرا اینجام؟ عاقبتم قراره چی بشه؟ اصلا چطور میشه این خدا رو دید؟ اون وصلی که برای عارفانی مثل مولانا و شمس اتفاق افتاد و اون دیدار درونی چطور رخ داد؟ چی شد که این اشخاص بعد از دیدار و وصل درونی همیشه از زندگیشون لذت می بردند و شاد بودند؟ چرا من یک روز شادم، یک روز غمگین، یک روز خوشحالم و یک روز بدحال؟ خسته شدم از این وضعیت. بالاخره کی میخوام به شادی حقیقی برسم؟ دوستان، اینها همه سوالهایی هستن که ما سالیان سال دنبال جوابهاشیم و هیچ وقت هیچ جوابی ازشون نگرفتیم. همیشه با خودمون گفتیم که اون خدایی که دیدارش با 100 تا واسطه همراهه، با 100 تا ریاضت کشی و سختی باید به دیدارش رفت، پس خیلی باید خدای خودخواهی باشه. شاید ذهن بسیاری از ما در پی یافتن این حقیقته و این سوالها ذهن ما رو به خودش مشغول کرده و ما رو سردرگم کرده. همیشه از خودت میپرسی چرا این همه افراد دارن از بیداری و وصل و اتصال و خدا صحبت میکنن؟ اصلا من باید از کجا شروع کنم و تکلیفم این وسط چیه؟ آیا باید دست از این دنیا بکشم؟ اصلا من میخوام هم دنیای مادی رو داشته باشم، هم با خدا ملاقات کنم. گاهی هم شده این همه بی‌عدالتی توی جهان میبینم و شک میکنم به حضور حضرت حق، چون اصلا اونو توی قلبم حس نکردم، چه برسه که خودم رو بتونم کامل بشناسم. اما میخوام از حقایق هستی سر در بیارم. دوستان، این سوالات خیلی از ماهاست و ربطی به هیچ دین و مذهبی نداره. اکثر آدم ها طی عمر و زندگیشون یک خدای قلابی و خیالی رو میپرستند. همیشه یک تصوری از خدا توی ذهنشون دارن. اینکه خدا شبیه آدمیه که ریش داره، عصا داره، یه پیرمرد تو آسمون و نشسته و یک سری کارها رو منع کرده و یک سری ها رو تشویق میکنه به انجام دادنش که باعث خوشحالیش میشه. همه ی لذت ها رو هم منع کرده و اون میگه که چی کار کنیم که از ما راضی باشه و چی کار نکنیم. خدای واقعی یک چیز دیگه است. خدای واقعی توی قلب کتب آسمانی نهفته است، نه در ظاهر اون کتابا. اکثر آدما خدا رو نمیپرستن، بلکه استدلال‌های ذهنی خودشونو دارن که میپرستن و خودشون هم از این اطلاعی ندارن. کسی که خدا رو باید براش اثبات کنی، یعنی این انسان هنوز درونش خدا رو نتونسته تجربه کنه. پس دنبال واژه‌هاییه که قانعش کنه اون خدا وجود داره. پس آدمیزاد بنده استدلال‌های خودشه، نه بنده خدا. و اکثر ماها استدلال‌ها رو بهش میگیم خدا، در حالی که خدا ورای این استدلال‌ها و مفاهیمه. و جایی هم که خدا رو رد می‌کنیم، داریم استدلال‌های خودمون رو رد می‌کنیم، نه خدا رو. چون خدا اصلا انکار کردنی نیست. اصلا شما میتونی خودت رو انکار کنی و یا کل هستی رو انکار کنی. و حتی اون کسانی از جمله دانشمندانی که میگن خدا نیست، منظورشون خدای ذهنیه، همون خدای خیالات ما. و البته دارن حقیقت رو میگن، چون که اون خدا واقعا وجود نداره. بعضی ها هم میگن نیروی طبیعته، این هم حقیقته. اما اینها دارن اون نیروی عظیم رو تایید میکنن بدون اینکه خودشون خبر داشته باشن. خب در واقع منظور عرفان و خودشناسی هم همون نیروی طبیعیه و در واقع مشترک در نظرهای همدیگه هستن. خدای واقعی یک شخص نیست، یک فرد نیست، مربوط به هیچ کالبدی نیست. یک وجود بیشکله که به شکل کل جهان ظاهر شده و ملاقات با این خدا بیرونی نیست، درونیه. ما باید درون خودمون این خدا رو ملاقات کنیم. مثل بسیاری از عرفا و پیامبرا، شما باید دنبال تجربه اون اتصال باشی. شما باید بدونی که این جهان اون جهان واقعی نیست. اون چیزی که میبینی نیست. ظاهر این جهان لایه‌ای بسیار نازک و خیالیه که در پس این لایه خیالی یک وجود بیشکل و بی‌عظمت نهفته است.
همه ماها برای هدفی اینجاییم. قطعاً اگه الان زندگی برای هدفی هست. اصلا هدف متجلی شدن شما توی این زمین چیه؟ شما قبل از اومدن و متجلی شدنتون بر روی این زمین میدونستین که برای چی اومدین. اما الان دچار فراموشی شدین. و توی این فراموشی هم چنان غرق شدی که دنبال هر چیزی هستی به جز این که بدونی خودت کی هستی و رسالتت چیه. درگیر غم مشکلات دنیوی میشی، درگیر این نقشی که هستی در این دنیا میشی و اون خوشبختی حقیقی رو که باید تجربه کنی ازش دور میمونی. دوستان، شما باید به اون عالم معنا وصل بشید. شما باید در کنار ثروت دنیوی معنویات رو هم تجربه کنید تا حالتون خوب باشه. وگرنه همیشه احساس میکنی که در پی چیزی هستی که خودت هم نمیدونی. منظور از معنویات قطعا نماز و روزه و تسبیح نیست. معنویات رو اشتباه به ما فهموندن. معنویات از معنا ریشه میگیره. ما 2 نوع خوشبختی داریم توی این دنیا. یکیش خوشبختی مشروطه. یعنی مشروط به چیزی که بخوایم به اون برسیم. به خواسته‌ای که وقتی بهش میرسیم حالمون باهاش خوب میشه. و خوشبختی دوم حقیقیه. یعنی مشروط به هیچ چیز دیگه ای نیست. هیچ چیز بیرونی. همون شور و شوق و شادی بی دلیله. همینه که مولانا بی دلیل با دستان باز و نامحدود میچرخید و میرقصید. و این همون نیروی درونیه که با وصل شدن بهش تمام پرده از چشمت کنار زده میشه. شما به عنوان یک انسان فقط میتونی با رسیدن به این شوق درونی به خودت افتخار کنی. به هیچ چیز دیگه‌ای در این دنیا نمیتونی افتخار کنی. و تا خوشبختی حقیقی درونت فعال نشه، هیچ خوشبختی بیرونی برات اتفاق نمیافته. حتی زمانی که خوشبختی‌های بیرونی برات محقق میشه، اگر این خوشبختی درونی رو توی وجودت کشف نکنی، همیشه در انتظاری تا به چیز دیگه‌ای برسی و احساس شادی بکنی و باز برای مدت کوتاهی فقط شادی. دوست من، حال دلت اگر که خوب نباشه، آرامش درونیت همیشه منتظر عامل بیرونیه و باید به خودت بیای که دلیل حال خوبت رو درونت پیدا کنی. شما به اون نیروی عظیم وصل بشو، بعد ببین که چطور ابر و ماه و خورشید و فلک به سمتت میان.